اعلام میکنه برای یک نمایشگاه در بارسلونا که در اون نمایشگاه پیکاسو تابلو رنگ روغنش که فرست کامیونین هستش رو اجرا میکنه. موضوع این نقاشی رو با پدر با هم انتخاب میکنن. خود پدر مدل بوده در این نقاشی و این خودش یک چیز تلخی هستش برای پدر پیکاسو، وقتی که خودش نقاش بوده برای سالهای سال و الان به جای اینکه نقاش اون اثر باشه مدل هستش در اون اثر. اما برای پدر مهم نبوده، به اون در واقع در اون نمایشگاه شرکت میکنن، تابلوش هم تو نمایشگاه پذیرفته میشه و به نمایش گذاشته میشه و این اولین بار بوده که یک پسر 15 ساله تونسته یک اثر جدی و فاخر و کاملا آکادمیک رو در این نمایشگاه به نمایش بذاره. بعد از این نمایشگاه برمیگرده به مالاگا، مثل یک قهرمان تمام خانواده جمع بودن، ازش استقبال میکنن و یه سری عکس هستش ازش که کاملا توی اونا داره با افتخار به دوربین نگاه میکنه. و همچنین چیز جالبی که هستش به خاطر سن کمش و کار فوق‌العاده که انجام داده بوده یک مدال از طرف